به نام خدا. سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. من میکائیل هستم با تحلیل‌های روزانه بازار ارزهای دیجیتال در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. من یه معرفی خیلی ساده و سریع انجام بدم روی کانال. ببینید ما در اینجا پروژه ها و ارزهای مختلف رو هم تحلیل میکنیم هم معرفی میکنیم که بتونن سودهای بسیار خوبی بهتون بدن. سند تمام این سودها ویدیوهای قبلیمون هست، من معرفی هم کردم بهتونم نشون میدم. امروز هم بهتون میگم. امروز میخوایم در مورد پروژه مونرو با هم صحبت بکنیم با نماد XMR که مارکت کپش زیر 3 میلیارد دلار هست و 2.95 و پیش بینی که خیلی از مقالات کردن گفتن که بزرگترین ارز دیجیتال با محوریت حریم خصوصیه که تا مارکت کپ یا سطح سرمایه 3 میلیارد دلاری رو میتونه فتح بکنه و مجددا در واقع برگرده به اون اعداد قبلی خودش و عدد 3 میلیارد دلار رو در واقع تاچ بکنه که میگم الان 2.95 تا 3 میلیارد دلار یه چیزی هولوش 2% میتونه پتانسیل رشد و سودآوری داشته باشه. خیلی از دوستان میگن آقا 2% که چیزی نیست. ببینید دوستان، بهترین تریدرهای دنیا در ماه درآمدی که کسب میکنن یه چیزی هولوش بالای 3%، یعنی بین 3 تا 5%. حالا شما اگه فرض رو یه تریدت فقط 2% بده، شما دارید همترازه با بهترین تریدرهای دنیا معامله میکنید. یه مقدار مطالعاتتون رو بیشتر بکنید در حوزه این صنعت. فکر نکنید سودهای چند هزار درصدی راحته یا در واقع دائما میشه گرفت. اینا به معمولا به صورت اتفاقیه، ولی اگه به صورت ترید و هوشمندانه میخواید واقعا خرید و فروش بکنید، باید به صورت در واقع حرفه‌ای در این مارکت حضور پیدا بکنید. حالا وقتی که تارگت ما 3 میلیارد دلار، یعنی ما میتونیم یه رشد 2% بدون اهرم داشته باشیم. یکی ازش ریسک پذیریش بالاتر اهرم 10 میده، خب 20% میگیره، ولی به همون اندازه ممکنه 20% حسابش هم بپره. برای همین من توی چند روز گذشته اومدم همین ارز رو معرفی کردم خدمت دوستان و گفتم بهشون که آقا شما میتونید روی ارز مونرو بیاد اینجا یه خریدی بکنید، حد ضررتون رو پشت مثلا کف 153.68 بذارید، حد سودتون هم بذارید روی 158.07 و این خرید رو بگیرید. چه دوستانی که تو فیوچرز کار میکنن چه دوستانی که تو اسپات کار میکنن این خرید رو بگیرن. ببینید چقدر جذاب و خوشگل بازار اومد، دقیقاً ورود ما رو در واقع تایید کرد. ما اینجا بودیم، سیگنال خرید دادیم، گفتم احتمالاً بازار میریزه و میاد این گپ رو پر میکنه. میبینید دقیقاً اومد و ریخت و گپ رو پر کرد، اومد رسید به نقطه ورود ما. همینجا شما باید عین یک بنویمش که اسنایپر ورود میکردید، خریدتون رو انجام میدادید و اون تارگت ما رو میگرفتید و با اون حد ضرری که بهتون گفته بودیم که البته اگر توجه داشته باشید بازار خیلی بیشتر از اینها هم پیش رفت و تا نزدیکی 3.5-4% گین با ریسک ریوارد تقریبا 1/3 رو داد. حالا میخوایم برای امروز هم روی ارز مونرو روی سیگنال خریدی بدیم و پیش بینی ما این هستش که به اون عدد، یعنی ارزش ذاتیش به عدد 3 میلیارد دلار میخواد برسه دیگه. پس همین الان شما رو قیمت 160 دلار میتونید در صرافی حالا مثل مکسینا خرید خودتون رو انجام بدید روی این ارز با نماد XMR USDT و حد ضررتون رو پشت 156.98 یا 157 دلار بذارید. حد سودتون رو بذارید روی 163.17. یه سود نزدیک 2% رو میتونید از بازار طلب بکنید. توجه داشته باشید که اگر اینجا خریدید و بازار خلاف اگر رفت تارگت زد که هیچ دیگه سود کردیم، ولی اگر برگشت و حد ضرر ما رو زد، توجه بکنید دوستانی که حالا اونایی که اسپات کار میکنن هیچی دیگه با زیان خارج بشن، ولی دوستانی که فیوچرز کار میکنن بدونن که میتونن ترید معکوسش رو بگیرن، یعنی بلافاصله بعد از حد ضرر خوردن وارد معاملات سل با همون سرمایه، با همون حجمی که در این ترید اول گرفتن، وارد معاملات شورت پوزیشن بشن. اون موقع وارد معاملات شورت شدن حد سودشون رو بزنن روی 150.78، حد ضرر هم پشت 163.17. وقتی که در واقع وارد ترید دوم شدی میتونید این حرکت رو در واقع بگیرید. پس یه بار دیگه من بهتون میگم الان چه فیوچرز کارا چه اسپات کارا بخرید روی قیمت 160 دلار مونرو رو. حد سودتون رو بذارید روی 163.17، حد ضرر هم پشت 156.98. یه سود نزدیک 2% در بازار اسپات. حالا کسی که بیشتر میخواد ریسک بکنه اهرم بده، ولی اگر
در بازار فیوچرز کار کردید و استاپ خوردید، وارد معاملات معکوسش بشید، وارد معاملات شورت پوزیشن بشید روی همون نقطه استاپ. حد ضرر پشت سرش از 317، حد سود روی قیمت 150.78 و از ریزش قیمت بیاید به نفع خودتون استفاده بکنید. این پیشنهاد سرمایه گذاری ما برای امروز ارز مونرو هست که به نظر میتونه رشد بسیار خوبی رو بهتون بده. و یه نکته ای که هستش، ببینید اینجا گام خریدار خیلی قوی بوده، خریدار با یک ولع و وحشیانه طوری اومده خرید کرده و فروشنده ها ناکنه خیلی کند عمل کردن، یعنی اونقدری قوی عمل نکردن. نشون دهنده اینه که هنوز بازار دست خریداران هست و یک جای رشد دیگه به نظر من در بازار وجود خواهد داشت. ممنون دوستان از وقتی گذاشتید. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. اگر مایل هستید در کانال وی آی پی ما ثبت نام بکنید، حتما این زیر کامنت بذارید کلمه وی آی پی رو که بهتون معرفی بکنیم. به صورت روزانه ما بهتون میگیم کجا چه ارزی رو بخرید و بفروشید و بتونید در واقع ترید های روزانه‌تون رو بگیرید. فعلا خدا نگهدار.